سلام بچه‌ها، چطورید و خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو با ویدیوهای دیگه خیلی فرق داره. تو این ویدیو تصمیم گرفتم که جواب یه سری از کامنت هایی که برام میذارید رو بدم، یه سری از سوالا، و خب میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنم که چندین بار توی کامنت ها دیدم و کلا راجع به خودم، راجع به اینکه چی شد یوتیوب رو شروع کردم. و اول میخوام ازتون یه تشکر کنم به خاطر اینکه تا اینجا با من بودید و خیلی از شماها رو من خیلی وقته که میشناسم و وقتی واسم کامنت میذارید میدونم که خیلی قدیمید. خیلیاتون هم هستید که به مرور زمان شناختمتون و کلا میخوام بگم که دمتون گرم به خاطر اینکه انقدر به من انرژی میدین، کامنت میذارید، لایک میکنید و من واقعا حمایت‌های شما رو میبینم و واقعا واسه من خیلی با ارزشه که شماها توی زندگی منید و اینکه شماها منو دنبال میکنید و به خاطر این واقعا ازتون ممنونم. و خب نکته بعدی اینه که فکر کنم الان وقتش رسیده که یک کمی بیشتر خودم بهتون معرفی کنم و راجع به خودم صحبت کنم. اول از همه باید بهتون بگم که من حدود 2.5 سال که یوتیوبرم. اصلا اگه بهتون بگم که چی شد که یوتیوب رو شروع کردم و اصلا اینجور چیزا اصلا باورتون نمیشه. من عاشق کارای این شکلی بودم، همیشه عاشق این بودم که ویدیو بسازم، عاشق این بودم که ویدیو ادیت کنم و کلا عکاسی و فیلمبرداری و ادیت و همه اینا رو خیلی دوست داشتم. من توی دانشگاه مهندسی شهرسازی خوندم، چیزی که اصلا هیچ ارتباطی با یوتیوبر شدن نداره. یه رشته کاملا متفاوته و رشته تحصیلی من مهندسی شهرسازیه. ولی خب من چون همیشه عاشق عکاسی و فیلمبرداری بودم، رفتم یه دوربین عکاسی واسه خودم گرفتم و بعدش شروع کردم به عکس گرفتن. کم کم دیدم که واقعا فیلم گرفتن رو خیلی بیشتر دوست دارم و بعد شروع کردم فیلم گرفتم. و اصلا قبل این که بدونم یوتیوب چیه میشستم تمام آموزشای پریمیر رو نگاه میکردم. خودم بدون اینکه اصلا کلاس برم یاد گرفته بودم که چجوری باید ویدیوها رو ادیت بزنم. فتوشاپ رو یاد گرفته بودم و کلا خیلی دوست داشتم اینجور کارا رو. و یه جوری شد که دیگه به این نتیجه رسیدم که باید برم کار کنم. و از اونجایی که آدم خیلی تنبلیم اصلا حوصله اینو نداشتم که برم صبح یه جا سر کار و شب برگردم. یه چیز خیلی وحشتناک بوده همیشه واسه من. فکر این که مثلا من یه پنجشنبه بخوام برم مسافرت، بعد یه نفر اونجا باشه که به من مرخصی نده، اصلا همچین چیزایی من هیچ وقت نمیتونستم قبول کنم. واسه همین داشتم میگشتم دنبال یه کاری که خیلی راحت تر بتونم هندل کنم تایممو و تایمم بیشتر دست خودم باشه. خیلی کارا تو زندگی میکردم، اصلا تو هر چیزی یه بار دست بردم. یه مدت تو فاز نقاشی بودم، یه مدت عکاسی، یه مدت میخواستم یه نقاش معروف بشم و کلا آخرش تهش و بهتون بگم که الان اولویتم و اولین چیزی که واقعا میخوام بهش برسم اینه که یه یوتیوبر موفق بشم و نه اینکه فقط به اسم یه یوتیوبر موفق شناخته بشم، واقعا یه جوری باشه که ویدیوهام تاثیرگذار باشه. اینجوریه که من این کارو دنبال کردم، خیلی دوستش داشتم و خب الان حدود 2.5 سال که من دارم توی یوتیوب فعالیت میکنم و باید بهتون بگم که من اصلا اون نتیجه که میخواستم و هنوز نگرفتم. ولی خب اینم باید در نظر داشته باشید که من از آخر شهریور پارسال به مدت 7 ماه هیچ فعالیتی نکردم و هیچ ویدیویی نذاشتم که این یه ضربه خیلی بزرگ به کانال من زد. ولی خب مهم نیست، واقعا نمیتونستم ویدیو بذارم. یه چیز دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که من اون موقع که یوتیوب رو شروع کردم 2 هفته قبل از این که بخوام یوتیوبر بشم نمیدونستم که یوتیوبر شدن یه شغله و هیچ ایده ای از یوتیوب فارسی نداشتم. و حتی من تنها چیزی که از یوتیوب دیده بودم این بود که میرفتم توی یوتیوب آموزش‌های مختلف رو سرچ می‌کردم، مثلا آموزش نقاشی رو سرچ می‌کردم چون عاشق نقاشی بودم همیشه و بعد نقاشی از یوتیوب یاد می‌گرفتم و تا به حال حتی یک دونه ویدیو از یک دونه یوتیوبر فارسی ندیده بودم که وقتی فهمیدم یوتیوبری چیه که خیلی تصادفی بهش برخوردم. یعنی یه تایمی بود که دنبال این میگشتم که ببینم من باید چی کار کنم، چه کاری مناسب منه، من چی دوست دارم، که توی اون تایم به طور اتفاقی فهمیدم که یوتیوب هست، یوتیوبر شدن هست و بعد دیدم که واقعا چقدر به روحیه من میخوره. این که بتونم ویدیو بسازم خیلی واسم جذاب بود، پس رفتم تو کارش. ولی یه چیز میخوام بهتون بگم، شاید اصلا باورتون نشه، میدونم واقعا شاید خیلیاتون باور نکنید و خب کاملا حق دارید که اینو باور نکنید، ولی من وقتی که یوتیوبر شدن رو شروع کردم و وقتی که میخواستم یه یوتیوبر باشم
فکر میکردم تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که باید حتما گیم پلی بذارم. واقعا همچین فکر میکردم کسایی که یوتیوبر فارسی هم باید حتما گیم بذارن، فقط باید بازی کنن. دلیلش هم این بود که وقتی راجع به یوتیوبر شدن سرچ کردم با گیمرها برخورد کردم و خب اون موقع بیشتر گیمرها خیلی بیشتر بودن، الانم خیلی زیادتر حتی شدن، ولی اون موقع یوتیوب بیشتر روی گیم میچرخید، یوتیوب فارسی. و خب اینجوری شد که من اومدم داخل یوتیوب و از اونجایی که خب من همیشه عاشق بازی کردن و عاشق گیم بودم، ولی اینجوری نبود که به صورت جدی گیم رو دنبال کنم. یکی از بازی‌ها به اسم والهیم و گیم پلیشو گذاشتم که در مورد وایکینگا بود، که یه وایکینگی بود که بعد میرفت و حالا یه سری کارا میکرد، غذا جمع میکرد، خونه میساخت و اینا، و یه حالت سورویوال داشت بازیش. که من بعد از اون بازیه یه کاور باحالم زدم روش، نوشتم آرتمیکس و وایکینگ ها. خیلی دوستش داشتم، به نظرم واسه کار اولم واقعا خوب بود. ولی خب بعد بهتون بگم که حتی همون ویدیورم یه چیزی حدود، شاید ویدیوش 10-11 دقیقه باشه، شاید هم 8 دقیقه است، نمیدونم، شاید کمتره، و من یه چیزی حدود 1.5 ساعت داشتم ویدیو میگرفتم که بتونم صحبت کنم. یعنی اصلا نمیتونستم حرف بزنم، خیلی 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 برام سخت بود حرف زدن. و خب بعد از همه اینا ویدیو رو گرفتم گذاشتم. بعد اونجا بود که کم کم یه ذره تو یوتیوب چرخیدم و دیدم نه بابا، همه گیم نمیذارن، مجبور نیستی گیم بذاری، برو دنبال چیزی که دوست داری بذاری. و خب یه دونه دیگه دوباره گیم پلی هم گذاشتم. بعد فکر کنم یه ویدیوی ترسناک گذاشتم، Try Not to Scare، یه همچین چیزایی بود ویدیوم. و ویدیوی بعدیش یه ویدیویی بود که همیشه دوست داشتم راجبش صحبت کنم. آقا من همیشه، یعنی باورتون نمیشه، یه چیز حدود شاید بیشتر از 7-10 سال پیش من میدونستم ایلومیناتی چیه. 10 سال پیش میدونستم. یه ویدیو دیده بودم، نمیدونستم اسمشون ایلومیناتی ها، فکر میکردم فراماسونریه. یه ویدیو دیدم توش راجب نظم نوین جهانی صحبت کرده بود، راجب مثلا اینکه چجوری دنیا داره به وسیله فراماسونرها کنترل میشه. خیلی ویدیوی طولانی بود، خیلی جزئیات داشت و من الان یادم نمیاد واقعا خیلی از جزئیاتشو، ولی دقیقاً از تایمی که من این ویدیو رو دیدم انگار یه نفر تو مغز من یه جرقه زد و گفت واقعا چقدر یه سری چیزاش منطقی به نظرم میاد، اگه واقعا همچین چیزی درست باشه چی میشه. و خب این باعث شد که من کلا به این موضوع علاقه داشته باشم. بعد حالا فکر کنید من اومدم توی یه پلتفرمی و میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنم و خب ترجیح میدم اون موضوع چی باشه، چیزی که بهش علاقه دارم. و چیزی که واسه من خیلی عجیبه اینه که واقعا اون موقع که من راجع به ایلومیناتی ویدیو ساختم خیلی خیلی کمتر بود نسبت به الان ویدیو راجع به ایلومیناتی. قبول کنید 2.5 سال پیش بود و خیلی بودن که اصلا راجبش صحبت نمی کردم و من واقعا از رو کسی اسکی نرفتم. مثلا اون موقع که من ساختم خیلی که به من میگید از رو اونا اسکی رفتی، اصلا راجع به ایلومیناتی ویدیو نساخته بودن. و خب چون که اونا از من معروف ترن همه به من میگن که تو از رو مدگل اسکی میری، در صورتی که اون موقع که من راجع به ایلومیناتی صحبت کردم اصلا مدگل تا حالا راجع به ایلومیناتی ویدیو نساخته. و خب اصلا قضیه مدگل هم بذارید بهتون بگم یه چیز خیلی جالبی. خب مدگل اون موقع با جیدال دوست بود و من اینو نمیدونستم، یعنی من جیدال رو میشناختم ولی نمیدونستم مدگل دوست دخترشه. من اولین بار مدگل رو توی یوتیوب دیدم، همش ویدیوهاشو یوتیوب به من نشون میداد ولی من روش کلیک نمیکردم، دنبال ویدیوهایی میگشتم که میخوام بسازم، چون میگم اون موقع نمیخواستم تئوری بسازم، یهو به اون سمت کشیده شدم که اون ویدیو قدیمیاشو یوتیوب بهم نشون داد. رفتم کلیک کردم، اول گفتم وای این دختره چقدر خوشگله، بعد رفتم رو ویدیوش کلیک کردم، بعد دیدم که داره انگلیسی صحبت میکنه و فکر کردم که کاملا خارجیه، ویدیوهای قدیمیش بود. و بعد دوباره یوتیوب به من نشونش داد و بعد دیدم که داره فارسی صحبت میکنه و بعد اونجا بود که گفتم که این دختره چقدر خوبه. اون موقع بود که من فهمیدم که مدگل با جیدال دوسته، یعنی قبلش اصلا نمیدونستم، از یوتیوب مدگل رو دیدم اولین بار. خیلی وقتا شد که میخواستم یه ویدیو بسازم، بعد دیدم که حالا یا مدگل یا یوتیوبرهای معروف دیگه که راجع به تئوریای توسعه صحبت میکنن قبل من این ویدیو رو ساختن و من این شکلی بودم که خب هر کسی محتواش با کس دیگه فرق میکنه و ممکنه مثلا من راجع به یه موضوعی صحبت کنم، یکی دیگه هم راجع بهش صحبت کنه، ولی مال من اون خیلی با هم دیگه فرق داشته باشه. و خب یه سوال ازتون دارم الان، مثلا راجع به مرگ مثلا تنتاسیون، خب اگه از یه نفر بپرسیم تنتاسیون چطور مرد،
اون آدم بدونه یه جواب بهتون میده، اگه از یکی دیگه هم بپرسین باز همون جواب بهتون میده دیگه، درسته؟ و خب این یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزا هستن که تو دنیا وجود دارن، توی کتابا نوشته شدن، توی فیلم ها هستن و اینا هستن و یه یوتیوبر وقتی که راجع به این موضوع صحبت میکنه و یه یوتیوبر دیگه هم راجع بهش صحبت میکنه، اصلا دلیل بر این نمیشه که از رو هم دیگه اسکی رفتن. این میتونه به خاطر این باشه که یه موضوعیه که آدما نمیتونن تغییرش بدن و خیلی واضحه و واقعا یه سریا دنبال کره گرفتنن. من کاملا اینو حس میکنم که یه سریا میخوان کره بگیرن از آدم. و خب اصلا وقتی که شما یه آدمی باشی که عاشق تئوری توطئه باشی، عاشق صحبت کردن راجع به چیزای عجیب باشی، به ویدیوهای عجیب و غریب علاقه داشته باشی، خب این خیلی باید خوشحالت کنه که ببینی یوتیوبرهای زیادی هن که راجع به این موضوع صحبت میکنن و تشویقشون کنی که قوی تر بشن، برن بالا، لول خودشونو ببرن بالاتر. و خب این باید واسه تو لذت بخش باشه، باید بگی که ایول چقدر خوب یه آدم دیگه هم داره راجع به این موضوع صحبت میکنه، کمکش کنم بره بالا، ویدیوهای با کیفیت بسازه و تو هم از ویدیوهاش لذت ببری. پس چه من چه تمام یوتیوبرای معروفی که راجع به یه سری موضوع صحبت میکنیم باید این موضوع خوشحالتون کنه، چون قراره که همش یه حسی بهتون بده، قراره که یه سری چیزای عجیب و غریب رو بفهمید و راجع به چیزایی فکر کنید که اصلا ممکنه واقعی باشه و ممکنه واقعی نباشه. و خب خلاصه این که بچه‌ها به نظر من تو این دنیا خوب باشی راجبت حرف میزنن، بد باشی راجبت حرف میزنن، هر کاری کنی یه کسایی هستن که ببخشید نولش کن، یه کسایی هستن که اون وسط مسطا میخوام موش بدونم و خب خیلی هاشون هم واقعا انگاری از رو حسادت این کار میکنن. و چون من یکی از عجیب ترین کامنت ها مثلا این بود، یوتیوب یه مدت بود که به شدت ویوها رو میریخت، خیلی خیلی بیشتر از همیشه و من یهو میدیدم که همینجوری داره ویوها میریزه و یه نفر دیدم واسم کامنت گذاشته که خیلی خوشحالم که ویوهات داره کم میشه. یعنی این آدم انقدر پیگیر بوده که دوست داشته که کانال منو دنبال کرده، بعد دیده که ویوهای من کم شده و از این موضوع داشته لذت میبرده. و خب من واسم خیلی عجیب بود، چون من تا حالا تو زندگیم تا به حال همچین حسی رو به هیچ کس نداشتم که از ریختن ویوهاش خوشحال بشم. اون موقع‌ها که من اومدم تو یوتیوب فارسی، خیلی از آدمایی که الان بالای 200 کی ساب دارن 20 کی، 30 کی، 10 کی، 5 کی ساب داشتن. و خب من اون موقع وقتی ویدیوهاشون رو نگاه می‌کردم، وقتی که می‌خواستم خودم هم ویدیو بسازم، به این فکر می‌کردم که ای کاش این آدما انقدر برن بالا و انقدر موفق بشن و این باعث میشد من به این فکر کنم که هیچ محدودیتی توی یوتیوب فارسی وجود نداره. و الان میگم اگه من یه ویدئویی رو بسازم و اون ویدیو یه ویدئویی باشه که یه چیزی به یه آدم اضافه کنه و یه آدم حس خوبی بهش دست بده، حتی یک نفر، و ببینم یه نفر دیگه اومده ویدئوی منو ساخته، اصلا از رو من حتی کپی هم کرده ولی اون حس رو تو آدمو ایجاد کرده، من خوشحال میشم. چون من هدفم از اون ویدیو این بوده که اون حس رو به آدمو بدم. نمیگم هدفم این نیستش که یوتیوبر خوب باشم، چرا؟ دقیقا همینطوریه. من یوتیوبر شدم و دوست دارم تو کارم موفق باشم، ولی واقعیت آدم اگه واقعا دنبال این نباشه که حرفاش رو آدم ها تاثیر بذاره و واسه مخاطب خودش ارزش قائل نباشه، واقعا به نظر من هیچی به هیچی. مطمئن باشین آدمایی که واقعا میرن بالا واسه مخاطباشون ارزش قائلن، چون اگه ارزش قائل نباشن سعی نمیکنن ویدئوی با کیفیت بسازن، پس براشون مهمه که اون مخاطب چی داره میبینه و خب این یه چیز خیلی واضحه. و میگم از من به شما نصیحت، تحت هیچ شرایطی دنبال این نباشید که زندگیتون رو طبق نظر دیگران بچینید. من میگم من خیلی کامنت های عجیبی میگیرم ولی اصلا ناراحت نمیشم بچه. کامنت های منفی نه تنها منو ناراحت نمیکنه بلکه خیلی به من انرژی میده، به خاطر اینکه یه سری یوتیوبرای معروف اون موقع ها یادم این جمله‌شونو که میگفتن به یه جایی میرسین، اول معمولا کامنتاتون مثبتن، بعد کامنت های منفی زیاد میگیرید و بدونید وقتی که دارید هیت میگیرید یعنی کارتون رو دارین درست انجام میدید. البته این به این معنی نیستش که هر کی هیت میگیره کارشو داره درست انجام میده، نه، اتفاقا یه سری از بس گند زدن که هیت میگیرن. ولی میخوام اینو بهتون بگم که شما هرچی هم باشید هیت میگیرید، میا پلیز باشید، تاکسی گرل باشید، مدگل باشید. دخترها رو مثال زدم چون معمولا دخترها بیشتر هیت میگیرن به نظر من. و خب میگم یه سری چیزا هستش که واقعا عجیبه. من فهم خواستم
تو این ویدیو براتون توضیح بدم که واقعا اصلا مهم نیست. میدونم که مخاطبای واقعی کانال من آدمایی که واقعا هم به من انرژی میدن، هم انگیزه میدن، هم میدونم از ویدیوهای من خوششون میاد این سبکی که ویدیو میسازم، و واقعا کسایی هم که دنبال هیت دادنن و دنبال اینن که مسخره کنن و اینا واقعا برام مهم نیستن. و تا میتونید هیت بدید، تا میتونید، و هیچ وقت با هیچ کدوم از حرفاتون نمیتونید باعث بشید که من اذیت بشم یا حس بدی بهم دست بده. و همیشه تو زندگیم یه چیزی رو باور دارم، اگه واقعا خدا یا کائنات یا اون انرژی، هر چیزی که میدونیدش واسه من خداست، بخواد که یه اتفاقی برای شما بیفته، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، چون در مقابلش هیچ قدرتی نداره. و همین، مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم و واقعا ازتون ممنونم واسه اینکه اینقدر به من انرژی میدید و واسه اینکه تا الان دارید منو دنبال میکنید و خیلی واقعا برام ارزش دارین. قول میدم که ویدیوهامو خیلی با کیفیت تر کنم. مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.